داستان یه میمون اسباب بازی که تبدیل به کابوست میشه. این دقیقاً داستان فیلم مانکیه. And that's life. It's a goddamn mess in there. سلام خانم و آقایون، لیدیز اند جنتلمن، حالتون چطوره؟ امروز اومدیم که فیلم مانکی یا میمون رو با هم دیگه بررسی بکنیم. بچه‌ها فیلم میمون یک فیلم ترسناک، دلهره آور و خشنه. یعنی جزو فیلم‌های خشن حساب میشه، چیز نرم و لطیف و ازش توقع نداشته باشین. فیلم میمون یک فیلمی شبیه فیلمایی مثلا آنابل، چاکی و غیره است که یک عروسک داره نقش منفی و اون نقش شیطانی فیلم رو در واقع بازی میکنه. داستان فیلم درباره دو تا برادره که یک عروسک کوکی میمون رو پیدا میکنن و این عروسک تبدیل به کابوس شب و روز اونا میشه. این عروسک میمون اینطوری کار میکنه که زمانی که شما کوکش میکنید یک نفر رو به صورت تقریبا شانسی از بین میبره و یه نفر رو به قتل میرسونه و این دوتا برادر شروع میکنن به کوک کردن در واقع این چرخدنده های میمون و اون میمون رو به کار میندازن و از اینجاست که یک سری اتفاقات دلهره آور توی این فیلم شروع میشه. اول از ظاهر میمون شروع بکنیم. بچه‌ها این میمونی که توی فیلم استفاده کردن فوق‌العاده عروسک معروفیه. یعنی توی فکر کنم فیلم توی استوری بود، توی انیمیشن توی استوری همچین میمونی رو ما دقیقاً میدیدیم. توی خیلی از بازی‌های ترسناک دیده میشه. کلاً میمون معروفیه این میمونی که شما توی فیلم میبینید. برای همین سازنده ها وظیفه زیادی برای درست کردن و کاراکتر پردازی و اینها نداشتن و نسبتاً کار ساده‌ای برای شخصیت پردازی داشتن. داستان فیلم خیلی شبیه فیلمایی مثلا آنابل، با این تفاوت توی این فیلم شما باید به میمون دستور بدید تا یه کاریو انجام بده، یه کار ترسناک رو انجام بده و توی فیلم آنابل تقریبا اینطوری نبود. کارگردان سریال فوق‌العاده کارگردان معروفیه، یعنی فیلم لانگ لگز هم همچین کارگردانی درست کرده. فیلم زیاد جامپ اسکر نداره، یعنی ترس‌های ناگهانی، چیزایی که یهو به ترسونتت، همچین چیزایی نیست. خیلی داره رو بازی میکنه، یعنی ترسا خشونتاش خیلی روه، سعی نمیکنه به شما رو دست بزنه و این خاصش میکنه این فیلمو. اگه دوست داری میتونی نگاه بکنی. یکی از چیزایی که باعث ضعف این فیلم میشه اینه که قتل هایی که توی این فیلم صورت میگیره بعد یه مدت تکراری میشه. یعنی دیگه شما میفهمی خب هر 5 دقیقه یک بار، هر 10 دقیقه یک بار قراره یکی بمیره و این مثل یه دومینو تکرار میشه و به نظر من جالب نیست. نکته منفی بعدی که این فیلم داره زاویه بد دوربین توی یک سری از سکانس‌های اونه. بچه‌ها کلاً توی 4-5 تا سکانس این فیلم زاویه دوربین فوق‌العاده بچگونه است. یعنی توی فیلم‌های جدید ما داریم روز به روز زوایای دوربین باحال‌تر، خلاقانه‌تر اینا رو می‌بینیم، ولی توی یک سری از سکانس‌های میمون ما یک زاویه دوربین مستقیم می‌بینیم که اصلا ارتباطی نمیتونیم با همچین زاویه‌ای توی نسل الان برقرار بکنیم. دیالوگ‌های فیلم یه جاهایی فوق‌العاده است، یعنی مو به تنت سیخ میکنه. یه فیلم عمیق، روانشناسی و خیلی باحال میشه و یک جاهایی هم در حد یک بچه 5 ساله است. به نظر من اگر روی دیالوگ‌ها، مخصوصا دیالوگ‌های کاراکتر منفی فیلم توی آخرای فیلم بیشتر دقت می‌کردن، فیلم میتونست خیلی فیلم قشنگتر و جذابتری بشه. و نکته آخری که درباره سریال مانکی باید بهتون بگم، پایان بندی ضعیف این فیلمه. بچه پایان بندی طوریه که اصلا میمونی چی شد، چه اتفاقی افتاد. و کلا تو فیلم‌های ترسناک دیگه هم دیدیم که زیاد روی پایان بندی و اینکه بخوان اندینگ خوبی داشته باشن دقت نمی‌کنن و سعی می‌کنن فقط یه فیلمی باشه که باحال باشه، ترسناک باشه، حسای مختلفی منتقل بکنه. توی فیلم مانکی دنبال پایان بندی بی‌نظیر و اینکه یک نتیجه اخلاقی باحال اینطوری بگیرید نباشید. فیلم پایان بندی جالبی نداره. در کل فیلم مانکی یا همون میمون رو نگاه بکنیم یا نگاه نکنیم، بچه‌ها فیلم فوق‌العاده خشنه. یعنی اگه از فیلم‌های خشن خوشتون نمیاد، بچه توی خونه است، میخواید با خانواده ببینید، این فیلمو بهتون پیشنهاد نمی‌کنم. فیلم خشنیه. ولی اگه از فیلم‌های خشن خوشتون میاد، دوست دارید همچین سبکی رو تجربه بکنید، میتونید فیلمو ببینید. ولی به نظر من روی روحیه آدم تأثیر میذاره. یعنی یه ذره خشونتش بیشتر از اون حدیه که باید باشه. من خودم این حدو خوشم نمیاد، ولی خیلی هستن که
دوست دارن. نمره‌ای که خود من به این فیلم میدم نمره 6، یعنی فیلم واوی نبود، فیلمی که به وجد بیاره نبود، ولی فیلم بدی هم نبود. یعنی فیلمی که اگه گزینه دیگه‌ای نداشتی میتونی ببینی، کیف میکنی، مخصوصا اگه از فیلم‌های ترسناک و دلهره آور خوشت میاد. رفقا بررسی فیلم مانکی تموم شد. خیلی دوستتون دارم. کامنت بذارید اگه فیلمی رو میخواید معرفی بکنید که بررسی بکنیم، کامنت بذارید، حتما سعی میکنیم که انجام بدیم. خیلی دوستتون دارم. لایک کنید، حمایت کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.